اثرهایی که به دریافت جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی در بخش‌های ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیک در سال 2024 پیشنهاد شدند معین گردیدند. در این خصوص بخاور در کمیته جایزه‌های دولتی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در اساس نظامنامه‌های کمیته و جایزه، قرارهای بخش‌ها و ریاست کمیته، اثرهای زیرین به آزمون دریافت جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی در ساحه ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیک در سال 2024 پیشنهاد شدند. در بخش ادبیات، ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان مجموعه شعرهای رستم وهابزاده، قلمرو میر، دوشنبه، نشریات ادیب 2022 را پیشنهاد نموده است. در بخش تئاتر و سینما، ریاست اتفاق سینماگران تاجیکستان گروه آفرندگان فیلم‌های هنری راه، کارگردان ناصر سعید، مؤلف سناریو سفر حقداد، نواربردار گیورگ دزلایف، آهنگساز دلیل نظروف و آفرینندگان نقش‌های اساسی ندژدا محمد جانونا، زلفیه قادرova، مولان بیبی نجم‌الدینova و عبدالکریم مشرف را پیشنهاد نمودند. در بخش موسیقی و هنرها از جانب ریاست اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان لغتنامه تفسیری اصلاحات موسیقی جورخان عابدپور پیشنهاد شده است. در بخش صنعت تصویری و معماری، ریاست اتفاق معماران تاجیکستان اثر معماری تخت تاجیکان در مجمع میدان استقلال سال 2021 سمی عزیزیان را پیشنهاد نموده است. در بخش ایجادیات بدیعی برای کودکان و نورسان، ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان مجموعه قصه و حکایه‌های کفشرگر رفشن مخصوم زاده را که سال 2023 در نشریات استعداد چاپ شده است پیشنهاد نموده است. در بخش پوبلیسیستیک از جانب هیئت مشاوره وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مجموعه اوچرک، مصاحبه و مقاله های پوبلیسیستی عبدالرحمن عبدالمنان از دیروز و امروز ادبیات تاجیک نشریات ادیب سال 2022 پیشنهاد گردیده است. این چنین ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان در بخش ترجمه، پژوهش و ترغیب ادبیات تاجیک در مملکت‌های خارجی یوسف بگرینسکی را برای سلسله اثرهای ادبیات شناسی، چاپ اثار ادیبان تاجیک در نشریات روسیه و اروپا و ترغیب ثابت قدمان اثرهای ادبیات کلاسیکی و معاصر تاجیک پیشنهاد نموده است. ریاست کمیته جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی و متخصصان و تمام هواداران ادبیات و صنعت خواهش می‌نمایند که ماه‌های مارت مای در محاکمه این اثرها توسط واسطه‌های اخبار فعالانه اشتراک نمایند. جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی جایزه عالی جمهوری است که برای کامیابی‌های نمایان در ساحه‌های ادبیات، هنر و معماری ایجاد می‌شوند. جایزه دوم ینور سال 1963 تأسیس یافته اتحادیه‌های نویسندگان، رسامان، آهنگسازان و معماران جمهوری به آن بهترین اثرها را پیشنهاد می‌سازند و بعد بررسی همه‌جانبه برندگان اعلان می‌گردند.